سلام، روز جمعتون بخیر. اینقدر دوست داشتم همیشه یه پست در مورد پوست کودکان درست بکنم، اینکه چه کارهایی باید کودکان انجام بدن. و حالا فرهان احتمالاً تو پیج من دیدید، خواهرزاده منه و پوست خیلی نرمی داره. فرهان سلام به فالوورا بده. سلام، وقتتون بخیر. یه کار دیگه ای که خیلی فرهان انجام میده و من هر موقع که میاد پیش من میبینم یا من میرم خونهشون میبینم، پوست دستش همیشه کرمای مرطوب کننده، یعنی یه موقعی اگه بخواد برندش رو عوض میکنه زنگ میزنه از من میپرسه. پوست دستش خیلی نرمه. یه دلیلش اینه که با اینکه فرهان خیلی صورتش و دستشو میشوره ولی همیشه با آب سرد میشوره، بلافاصله بعدش هم آبرسان یا مرطوب کننده روی دستش میزنه، چون میدونه که روزنه ها باز میشه و باید آبرسان استفاده کنه، مرطوب کننده استفاده کنه. درسته؟ شامپوی خوبم شاملش میشه. شامپوی خوبم شاملش میشه. آره، شامپوی خوبم شاملش میشه، چون به موهات هم همینجوری میرسی دیگه. آره.